سلام دوستان، امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه. تو این ویدیو من میخوام بهتون آیفون 17 رو نشون بدم. الان میخوام برم یکی از فروشگاه‌های اپل و آیفون 17 رو بهتون نشون بدم. خیلی ویدیوی تخصصی نخواهد بود، صرفا ظاهر گوشی و رنگاش و مدل‌های مختلف پرو، ایر و اینجور چیزاشو میخوام نشونتون بدم. ویدیوی کوتاهی هم خواهد بود. خوشحال میشم اگه تا انتهای این ویدیو با من همراه باشین. ظاهرم هم اگه میبینید که خیلی اداری طوره، به خاطر اینه که دقیقا از سر کار برگشتم برای اینکه براتون یه ویدیو ریکورد کنم. اینطور که شنیدم خیلی دوباره فرقی با آیفون 16 نداره، صرفا آیفون ایر خیلی سبکه و خیلی نازکه و فقط میگن مثل که ایرپادای جدیدی که داده خیلی فرق کرده و خیلی خفن شده. بریم ببینیم چجوریه. اینجا هم یکی از مرکز خریدای شهر اتاواست دیگه. لولمون هم که برند کاناداییه و همه جا شعبه داره. خب دوستان، من متوجه شدم که 17 توی فروشگاه نیومده، یعنی فقط آنلاین میتونیم اوردر بذاریم. نچدن من الان آیپدهای جدید اپل رو نشونتون میدم و یه ویدیویی از کل فروشگاه براتون میگیرم. امیدوارم که دوستش داشته باشین. فکر میکنم آیپداش هم خودش به خودی خود میتونه جذاب باشه، ویدیوی جذابی باشه. خب این کوچکترین آیپدیه که اپل داره، آیپد مینی. قیمتش هم اینجا هست $679. این آیپد ایره، بذارید ببینم. این اسمش آیپد، اصلا نه آیپد ایره نه پرو. این آیپده که قیمتش هست تقریبا $500 کانادا به اضافه تکس، که البته خودتون بهتر میدونید اینجا همه چی میشه قسطی خرید و میگه اگه قسطی بخری باید ماهی $42 پول بدیم. ولی الان یه پروموشن هایی دارن، اینجا میتونید ببینید. اگر که ازشون آیپد بگیرین یه گیفت کارت میدن یا این مدادش رو رایگان میدن. که این مداد هم 2 نوع داره، ولی این مدل پروش مدلیه که بهتره و میارزه به اون اختلاف قیمتش. این آیپد ایر 11 اینچه، این رنگیشه تقریبا صورتی یا سیطوره، نمیدونم چقدر توی دوربین معلومه، و $800. یه نکته جالبی هم که وجود داره، حداقل قبلا اینطوری بود، شما اگر که مثلا نه چه وای نمیسته، شما اگه بخواید مثلا این آیپد رو بگیرین و ببینید مثلا آمازون از این قیمت ارزون تر میفروشه، تا 10% پرایس مچ داره، یعنی اپل میاد اون قیمت پایین تر رو بهتون میفروشه اگه اون سایتی که داره این آیپد رو ارائه میده مثلا برای کانادا باشه. بعد این آیپد پروه، نه ایر 13 ببخشید، ایر 13 و قیمتش $1100 و بزرگتره دیگه. این 13 اینچه، این 11 اینچه و این رنگ هاشه. این رنگ آبی طوره، همش احساس میکنم توی دوربین توسی بیفته ولی آبیه. این پروه که $1400 و دوربینش بزرگتره و احتمالاً سخت افزار بهتری داره. و این هم پرو 13 اینچه، این 11 اینچه، اون 13 اینچه. من خودم اینو دارم
ایر 11 اینچ و خیلی دوستش دارم و خیلی راضیم. من البته کار تخصصی باش نمی کنم و فکر میکنم که با آیپد خیلی نمیشه کار تخصصی کرد، صرفا های. حالا اینجا هم همه میپرسن اگه کوئسشن داری بیا بپرس، ما هم هیچ کوئسشنی نداریم. اینجا همون آیپد هاست به اضافه کیبورد که من به تازگی قیمت کیبوردشو فهمیدم که حدود $400 و به نظرم خیلی زیاده، ولی خوبیش اینه که کیبوردش با این قاب پشتش میاد. نمیتونم الان براتون بگیرم، ولی با این از توی منوی این قاب پشتش که میبینید با کیبورد با هم میاد. یعنی شما اگه کیبورد رو بگیرید انگار که این قاب و محافظ هم داره. اینا همون مدل هست ولی با کیبورد. ولی خب اگه کیبورد داشته باشین یه حالتیه که مثلا بیشتر حالت مکبوک میشه دیگه. مکبوک میشه ولی خوبیش اینه که صفحش کلا تاچه. بعد اینجا هم مکبوک ها رو داریم. رنگش این رنگی حالت توسی طوره. این همچنان ایره و ایر. اینها پرو هم و الان برای مکبوکش هم آفر گذاشتم. همونطور که میبینید همیشه توی سپتامبر که موقع باز شدن مدرسه و دانشگاه هاست برای دانشجوها این آفرها رو میذارن که لزوما هم نیاز نیست فکر کنم دانشجو باشین. که قیمت مکبوک پروش $3300. مکبوک پرو 16 اینچ بزرگم هست دیگه. این قسمت هم اکسسوریاش و اینجور چیزا رو داره. اینجا اپل واچاشه که این SEه، این سری 10 و این هم سری 10 دوباره. این چه حالت عجیبی داره، من دیدم چیزی. و این هم اولترا، مدل اولتراشه که فکر کنم $1000 این حدود باید باشه این اپل واچش. اینجا هم آیفون 16 دیگه، هنوز 17 همونطور که گفتم نیومده توی بازار، یعنی نیومده توی فروشگاه، فقط آنلاین میتونید اوردر بذارین. این قسمت هم کیس و آب گوشی و تبلت و اینجور چیزا داره که به نظرم قیمتش الکی زیاد باشه. یعنی مثلا همین و حتی با همین کیفیت میتونید شما از آمازون بگیرین دیگه، ولی حالا اورجینال نیست، مثلا مال خود اپل نیست، مارکای دیگه. اینجا هم یه چند مدل بند اپل واچ داره. دوستان این ویدیویی بود که من میخواستم براتون بگیرم. البته میخواستم از آیفون 17 براتون ویدیو ضبط کنم براتون، ولی ریلیز نشده بود دیگه، فقط آنلاین میشد اوردر داد. امیدوارم که بتونم وقتی که ریلیز میشه بیام و براتون ویدیو ضبط کنم. همین، امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. فکر میکنم جالب باشه. من خودم ایران بودم دوست داشتم برم فروشگاه اپل. امیدوارم که شما هم دوست داشته باشین. تا ویدیوهای بعدی، فعلا خدا نگهدار.